نکنی دیگه چرا؟ بابا دندون منه. چه روته برم با نستو خانم برو تو اتاقت. چرا؟ مگه اینو دل ندارن؟ به نظر من که آدمای خوبی هستن. قربونت برم با اون حرف زدنه. گفتم برو تو اتاقت. ببینم شوهرم کدوم یکی از ایناست؟ هیچ کدوم بدبختی شوهر ندیده. ببینم نعمتی کجاست. هنه این شعر نگاه چرا خفه خون گرفتین؟ هنه چرا مثل وازق وایستادی نگاه میکنی؟ مرد که سوال کرد آقا نعمت کجاست جوابشو بده. برس کن اینو عشق برس. بسنم توی ملاجشو. پرسیدم نعمتی کجاست؟ رفته خونه خلیل خان. چرا؟ برای اینکه قاسم داشته خرابکاری میکرده اسماعیل و علی میرسن که مانع بشن، ولی قاسم هر دو رو میزنه و فرار میکنه.